ببین وقتی ما زن رو اینطور تعریف کردیم و هیچ فرقی با مرد نداشت، رفتارش هم مثل مرد میشه. این مرد میشه. بعد چرا ناراحت باید باشیم؟ این نسخه‌ای که خودمون نوشتیم. این برگه سفید دستمونه. شما روی ناسزا بنویسید، ناسزا میخونید. روی این حرف خوب بنویسید، حرف خوب میشنوید. خب در این هیچ شکی وجود نداره. متاسفانه من اینها رو علت اصلی میدونم که چی دختر خانم ما تعریف نشده. بذار من ادعا میکنم اینجا کمتر کسی تا تو برهه زمانی بعد نسبت زمانی گرفت به اندازه من تو دانشگاه و شهرهای مختلف میچرخه. بسیار کسی رو سفرم، خیلی از شهرها رو میرم. الان دیگه شهرهای بزرگی که رفتم رسیده به شهرهای 5000 نفر و 7000 نفر دارم. یعنی به دفترم گفتم به این جور شهرها برنامه بده. دوست دارم با مردم کشورم در ارتباط باشم. با خیلی از مستبصرین خارجی در ارتباطم. خانم‌هایی که تا 40 سال بدترین و زننده ترین رفتارها رو داشتن، شیعه شدن، امروز حجاب اختیار کردن. یعنی به قول من از وسط میدون جنگ دارم میام. خب بسیاری از خانم‌ها و دختر خانم‌ها رو من دیدم که با این نرمی که ما مشخص می‌کنیم بد حجاب تو سخنرانی خود من میشینن. خب اما وقتی باهاتون صحبت می‌کنن می‌بینید عاشق اهل بیتن. چند تا اینو شما حرم امام رضا می‌بینید؟ زیاد. چقدر تو هیئت علتش چیه؟ آها خب این اینطور تعریف شده بنده خدا. این میگه خب منم مردم. ببینید رفتار این اصلا هیچگاه براش تعریف نشده. تو باید محل تجلی صفات رحمت خدا باشی. تو باید مادر باشی. اصلا دلیل اینکه مادری همینه. دلیل اینکه خالق روی زمین شما اینه. شما یک موجود رو خلق میکنی. خب اما این براش تعریف نشده. فلزا میاد خودش رو در چی میبینه؟ برای اینکه بتونه خوب رقابت کنه در مردان جلوه کردن خودش رو نشون میده. من یک مثالی خدمت شما عزیزان عرض بکنم تا مطلب جفته. امروز در امریکا شما به سرچ کنید دیگه، این اینترنت دم دست همه. خانم هایی که خانه دارن پوز میدن. وقتی ازشون میپرسن مثلا طرف میگه فلان رمانو من خوندم، داره بر دوستش تعریف میکنه. خانم میگه چطور وقت کردی؟ یا آخه من که سر کار نمیرم که. پوز میده با این. به چه دلیل؟ دو دلیل. یک، شوهرم پول داره، نیاز به کار بنده نداره. دو، شوهرم دوستم داره. ببینیم تو خونه خب در تفریح دوست داری بکن. ببین من میرم پول میارم شما خرج بکن. درسته؟ این نشونه علاقه است دیگه که شما برید. یعنی تو دنیای اقتصادی شما ایران نبینید. هنوز گزاره اقتصادی تو ایران اینجوری نگرفته که دنیا رو قشنگ همه جا مانی ببینیم. همه چی یه اس خط خورده ببینیم. اینطوری نشده. هنوز شما میبینید تو این کشور پدر بچه‌ش 30 ساله شده تو خونه است میدوه که این بچه رفاه داشته باشه. صبحانه، نهار، شام، لباس، هر تفریح مد نظر خودش رو داشته باشه. خب تو اونجا اینجوری نیست. تو اونجا آقای میاد با خانمی درخواست ازدواج با هم دیگه میدن. بعد میگه که تو این رابطه ما یک بهره وری جنسی از هم می‌خوایم داشت. همونقدر که من مرد بهره وری دارم توی زنم بهره وری داری. منم باید برم کار کنم، شما باید بری کار کنی. حتی جالب خانم‌هایی که کار نمی‌کنن اگه کار نکنن تو طلاق دارن. من طلاقشون میدم. میگه برای چی من مرد باید کار بکنم شما؟ بعد تعاریف بد این طرفو ببینید. تعاریف بد این طرف میشه چی؟ اینکه شما فکر می‌کنید خانم که توی خونه مثلا نشسته بعد من این بدبخت بودن بیچاره میگن نه خیر، این خانم بره کلاس شنا، این خانم بره تفریح، این خانم با دوستاش بره مسافرت، این خانم بره کلاس قرآن، این خانم بره فلان همایش رو شرکت کنه. منتها درست. یه لیوان آب شما اینجا گذاشتم، میتونم ازش استفاده کنم؟ یه مثالی بزنم؟ بفرمایید. کلا من معروفه میگه لیوان آب جلوی دستم نباشه نمیتونم سخنرانی کنم. 50% مثلا با لیوان آب. این لیوان آب برای چی گذاشتید؟ به خاطر این مارک صبح با خبری که آفتابم زیاد خورده رنگش رفته هم نیست. درسته؟ یا به خاطر چینیش که نیستش. مثلا بشقاب چینی بیاد بذارید. به خاطر آب توش. محتوا مهم بوده. حالا فرض بکنید همین بالا یهویی ساختاری نبین بره. قوام این نبین بره. اونی که نگهش داشته بره. اون جمال، این جلال از بین بره، چی میشه؟ این آب میریزه رو زمین، لگدمال میشه، به لجن کشیده میشه، کثیف میشه و همون بهتر که از اول نباشه. ببین قرآن چقدر قشنگ، اسلام چقدر قشنگ دو تا تبیین کرده. میگه تو زن مظهر زیبایی هستی، مظهر محبت هستی، مظهر عاطفه هستی، مظهر جمال الهی هستی. خیلی ها دوست دارن به سمتت برن. ان الرجال قوامون علی النساء. تو یه مرد نگهش دار. و تعریف کرده و بدون این مرد اگر درست نگهش داری میشی لیوان آب و ارزش پیدا میکنی به عنوان که محمل آب هستی، ظرف این مظروف هستی، لتسکنوا الیها، که هویت بگیری به وسیله این زن. خب این نگاه به زن من نمیخوام چون فرصت کمه دیگه.
وگرنه شاید ما تو بعضی از دانشگاه میریم اینا با همین حجاب رو 2 جلسه 3 ساعت و نیم سخنرانی کرد. خب در واقع سلسله مراتب پشت سرم بعد ادامه پیدا می‌کنه. این نگاه بزن وجود نداره. این خانومه چون میبینه تو دانشگاه این آقای درس خونه تو دانشگاه باید بره یه سنگ بره بیاد فلان اینجور چیزا، اینا تفاوت دارن. ما مردا کلی نگریم، خانم‌ها جزئی نگرن. شما قطعا با ما مردها هستن میبینید با همسرمون سر مشکل پیدا می‌کنیم، سر این نگاه‌ها که اونا جزئی نگاه می‌کنن، ما کلان نگاه می‌کنیم. شما میرید یه مهمونی میرید، حالا یه شوخی هم با خانم‌ها بکنیم سر سوال، یه مهمونی میرید برمیگردید از ما مردا بپرسن که این آقایون بپرسن این خونه چجوری بود، ما رو 2 طبقه بود، پیراهن 16 کار کرده بودن و دیگه نهایتاً خیلی دیگه خودمون رو بکشیم ساختارها رو می‌بینیم. اما خانم‌ها شما می‌بینید تا چون مارک LCD هم در آوردن. این به معنی خدا نکرده فضول بودن رفتار نیست، نه، او جزئی نگره. شما صبح می‌بینید بچه میره خونه بیرون، میره مدرسه، میره دانشگاه، برمیگردی یه خورده ناراحته، مادر میفهمه. امکان نداره بتون کتمان کنی، پدر متوجه نمیشه. چون مادر تا خم و خطای صورت بچه‌شو میدونه. نگاه تربیتی دست اینه. این نگاه بزن، این نگاه به مادر، بعد ما بگیم هر دو تا یکی ان. حالا نگاه کلی خوبه یا نگاه جزئی؟ هر دوتا.